شب و روز خوش. اینجا پادکست کوردینیتر، پادکستی تخصصی برای مهندسین و سازندگان ابنیه. من پروانه میزبان شما هستم. خوش آمدید. Coordinate Podcast. این اپیزود دوم فصل دوم پادکست کوردینیتر که اوایل آبان 1404 منتشر میشه. در فصل دوم پادکست کوردینیت رفتیم سراغ مهندسای رشته‌های مختلف ساختمانی و عمرانی که با تجربه و دانشی که دارند به ما بگن توی دنیای پروژه ها چه خبره. در اپیزود اول و دوم این فصل با یه مهمون خاص آشنا میشیم. در اپیزود دوم این فصل بعد از تکمیل مبحث‌های اپیزود اول میریم سراغ یه بحث جذاب‌تر، درآمدهای پنهان پروژه ها. یه سری توصیه‌های کاربردی هم داریم برای مهندسای کنترل پروژه و صنایع و بعد وضعیت این واحدها رو تو این روزا بررسی میکنیم. آخر اپیزودم یکم بیشتر با مهمونمون آشنا میشیم. از چالش‌های کاریش میگیم و از زندگی شخصیش برامون حرف میزنه و اثر چالش‌های کاریش در زندگی شخصیش. پس با ما همراه باشید. اپیزود دوم فصل دوم تو اپ‌های پادگیر و یوتیوب منتشر میشه و با 3 روز فاصله هم توی کانال تلگرام پادکست کوردینیت قرار میگیره. قبل از اینکه این گفتگو رو شروع کنیم یه نکته مهمی هست که باید باتون در میون بذارم. چون معمولا ما ضبط‌ها رو در دفتر مهمونامون انجام میدیم، امکان استفاده از استودیو نیست. برای همین صدای محیط باعث میشه که کیفیت صدا پایین‌تر از حد معمول باشه. با وجود تلاشایی که کردیم تا کاهش نویز داشته باشیم، اما بخشی از اون در صدا باقی مونده. با این حال محتویات این گفتگوها به قدری ارزشمند بود که تصمیم گرفتیم نسخه اصلی رو منتشر کنیم و چیزی رو حذف نکنیم. از مهمون محترممون و شما شنونده‌های عزیز بابت درک و همراهی صمیمانه‌تون تشکر می‌کنیم. و یه تشکر ویژه دارم از همسرم علی و نسیم دوستم که در ضبط، عکاسی و فیلمبرداری این 2 اپیزود کمک و یاری رسوندن. یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرای فصل دوم که کمک میکنن فصل دوم جذابتر و تخصصی تر بشه. بریم که اپیزود اول فصل دوم رو شروع کنیم. Coordinate Podcast. ذهنم داشته باشم، توصیه میکنم که دوستان داشته باشن. یکی این که نگاه بکنیم همیشه ما با یه فرایند طرف حسابیم، با یه مجموعه طرف حسابیم. همه واحدهایی که داخل این مجموعه باید به همدیگه وصل باشن تا بتونن این نتیجه گیری خوب انجام بدن. واحد مثل واحد کنترل پروژه غالبا یه واحد ستاره‌ایه، میاد وسط اینجا وای میسه با همه در ارتباطه و دقیقاً به اون حالتی که گفتی یه بازوی خیلی خوبیه برای جمع و جور کردن همه. تو 4 تا بغل بودی پروژه است. حالا تو بلوغ مختلف جای مختلفی داره، ولی آره این قضیه رو هست وقتی که قوی باشه یه همچین داستانی داره، حتی بالاتر از اون. میخوام بگم که شما اگر که ابتدای کارت نگاهت به موضوع نگاه سیستماتیک باشه بابت اینکه جمع‌آوری دیتا، تحلیل دیتا و خروجی گرفتنات از این دیتا رو به صورت منظم انجام بدی، بعد خوراک واحدهای مختلفت مثل واحد دفتر فنیت رو داشته باشی بابت این دیتا ها، اطلاعات کنترلی از واحد انبارت، از واحد تدارکاتت، منابع انسانیت، ماشینالاتت بابت راندمانگیری ها اینها رو داشته باشی، از کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات کلی بدید اون داشبوردها به عنوان مدیر پروژه میتونی انحراف‌ها رو به وجود اومدنش رو بفهمی. میدونی ما توی به قول معروف علم داده‌ای که توی پروژه ها خیلی باش درگیریم، داده‌های نقطه‌ای خیلی به دردمون نمیخورن، نمیفهمیمشون. ما همیشه دنبال روندی، داده‌ها جمع میشن و شروع میکنن با هم مقایسه شدن و مقایسه شدن با اون KPI ها یا شاخص‌های استانداردی که توی اون به قول معروف واحد وجود داره. مثال
عملی بزنم. شما مثلا توی پروژه راهسازی دنبال این می‌گردی که خیلی خوب یک اکیپ مثلا عملیات خاکی توی بخش خاکریزی شامل یه گریدر، مثلا 3 تا قلتک، نمیدونم 2 تا کامیون فلان، یه دونه لودر، اینها بایستی که یک حجم مشخصی از راندمان کار رو داشته باشن توی فضای مشخص. اگر که تو اطلاعات ساعت کار این ماشینالات رو داشته باشی، حجم عملیاتت هم به صورت درست داشته باشی و روندش رو داشته باشی در طول یه هفته و یک ماه، میتونی این تصمیم بگیری که آقا این ماشینالات تو یا این اکیپ تو الان داره نزدیکی به روند کار میکنه یا نه، و اگر نیست صدا بزنی و دنبالش بگردی که از کجا داره آب میخوره. تو توی عملیات ساختمانی این سرامیک رو سفارش میدی و انتخاب میکنی به عنوان یک معمار و بر اساس پلانی که داری هم یک متر در میاری، بر اساس اون متر یک ضریب مشخصی از پرت بابت سایز و نوع کار کردن در نظر میگیری، میفرستی برای واحد تداوم، خرید میشه، میره توی کار. این تیکش هم مهندسی بود. آره یادم آفرین، در صورتی که خیلی این کارا هم نمیکنن. آره قشنگ یادم یه پروژه‌ای داشتیم که وقتی تموم میشد میرفتی در انبارشو باز می‌کردی دیدی به اندازه این ساختمان هنوز این تو سرامیک هست. حالا ببین چه اتلاف منابع پولی اون موقع به وجود اومده، چه فشار نقدینگی به اون مثلا مدیر عامل یا مالک اومده برای اینکه داره میخره در صورتی که اصلا میتونست نخره. حالا فرض بگیر این تیکشو مهندسی انجام داده باشه، این سرامیک خرید شده رفته تو کارگاه، انباری وجود نداره که اینو تحویل بده، انباری وجود نداره که اینو به اون سرامیکار تحویل بده، ساختاری وجود نداره که متراژ کار سرامیک کاره رو اندازه بگیره، ساختاری وجود نداره که نحوه برش اون سرامیکار توی کار نگاه بکنه که پرت رو داره، ساختاری وجود نداره که انتهای کار با اون بالانس متریال بیاد به شما گزارش بده چند درصد این سرامیک پرت شد، چقدرش باید میشد، ساختاری وجود نداره بیاد بگه آقا چه غلطی میکرد و بعد نگاه میکنی میبینی این روندها هر کدومش که انجام نشه منتج نیست. پس اگر بخوام جواب سوالتو بدم اینه که تو اگر یه ساختار تعریف شده داشته باشی، روندها رو کنترل بکنی، دیتاها رو جمع بکنی و تحلیل بکنی، از طریق روندها میفهمی کجاها باگ داره و اون باگا رو باید بری جلوشو بگیری. اگر که بهره‌وری ساختار رو چه به لحاظ متریالی، چه به لحاظ ماشینالاتی، چه به لحاظ منابع انسانی اندازه بگیری و با یه سری شاخص‌ها مقایسه‌اش بکنی، مثل مقدار پرت، مثل مقدار حجم خاکبرداری که یه اکیپ باید انجام بده، مثل مقدار عملیات سرامیک کاری که یه سرامیک کار باید انجام بده به صورت نو. وقتی اینها رو جمع میکنی و کنترل میکنی میفهمی کجا داره هزینه بیخودی به وجود میاد. اگر که تو میری یک اکیپ میگی به عنوان اکیپ روزمزد، مدیر پروژه شما در رابطه با این قضیه کنترلی روش نیست، مثلا سرپرستکارگاه شما کنترل روش نیست. یک اکیپ کارگری روزمزد چون روزمزده هر چی که کار طول بده براش به نفته، هیچ کسی هم کنترلش نمیکنه. پولشو داره کی میده؟ تو میدی. کی کنترلش میکنه؟ ساختار نداشته باشه هیچ. این حرفا خیلی ساده است. میگه مگه میشه کنترل نکنم؟ آره عزیزم میشه کنترل نکنی. وقتی تو داری یه برج 20 طبقه میسازی که تو هر طبقه 30 واحد آپارتمانیه و توی پروژه تو 500 نفر دارن کار میکنن، اصلا تو نمیفهمی. نمیفهمی که کدوم یکی از اینا داره اتفاق میفته. تو سایت ویزیتت فقط یک 7-8 ساعت طول میکشه یه دور این ساختمان رو بچرخی. بله تو یه طبقه و 2 طبقه و 3 طبقه آره میفهمی، میری وای میسی نگاه میکنی میفهمی، ولی تو انبوه سازی نمیفهمی، تو پروژه زیرساختی چند کیلومتری نمیفهمی. تو وقتی داری یه جاده‌ای میسازی که 120 کیلومتر طولشه، شاید تو یه روز یه بارم نتونی سایتت رو ویزیت کنی و بعد به عنوان مدیر ارشد، به عنوان مالک مدیر، به عنوان مدیر عامل، اگر این ساختارها رو نداشته باشی، اگر از روی گزارشات و داشبوردها نتونی اینها رو بفهمی، قابلیت این مدیریت وجود داره برات؟ نه. کی میفهمی؟ روزی که پروژه رو تحویل دادی، از واحد مالی میپرسی چقدر خرج کردیم، چقدر گرفتیم، تازه اگه بتونه با 3 ماه فاصله از تموم شدن بگی مثل ضرر کرد. درست. این بررسی مستمر سود و زیان تو پروژه خب خیلی چیز مهمیه.
و مزایای این آنالیز مستمر هم که قطعا دیگه مشخصه. میتونی یه مثالی بزنید که تجربه خودتون رو بگین توی این موضوع؟ بابت موفقیتش و بابت شکستش. متاسفانه مثالای شکستش خیلی زیاد هست. ببین ما توی البته من اینو بگم که اصولا شرکت وقتی که خیلی اوضاعشون وخیم میشه میان سراغ آدم‌های حرفه‌ای که میگید که بعدش رو بگم یا خوبه. شرکت خوب اگه درست چیده شده باشه به این مشکلا نمیرسه و این خب قطعا تجربیات منفیتون طبیعیه که بیشتر باشه. میدونی یه اشکال بزرگی توی شرکت وجود داره. یه جلسه بود بابت مدیریت استراتژیک که یکی از شرکتایی که باشون کار می‌کنیم بعد یکی از بچه‌ها یه حرف جالبی زد به عنوان یکی از مشکلات یا انتقادات مثلا ساختار شرکت. گفت که شرکت ما عادت به تجربه شده های بد داره. ما یک کاری یا خطا انجام میدیم، مثلا فلان مدیر رو میذاریم بالا سر فلان پروژه، اون مدیر بعد مدیریت میکنه، دزدی میکنه، فلان چیزا. یه مدیر پروژه میذاریم جاش، بعد باز دوباره نمیریم اون جاده‌ای که باعث شد اون مدیر پروژه قبلی به این راحتی توش خلاف بره رو جاده رو درست کنیم. جاده همون جوریه. یه آدمی دیگه میذاریم، آقا این پیغمبرم که باشه دوباره میره از این ور سر میخوره از این طرف. چرا؟ به خاطر اینکه فضاش وجود داره. اینی که میگم ما باید زیر ساخته رو درست بکنیم سر همین. مثال جالبی زدیم، من برای مثال منفی بزنم. پروژه‌ای داشتیم که منتج به ضرر شد، بعد داستان‌ها توش هم پیچید. بعد اومدیم رفتیم به سرپرست کارگاه، فشار آوردیم مدیرعامل، آقا تو داری ضرر می‌کنی، هزینه‌ات رو باید نگاه می‌کنی صاف اومده عوامل دفتر فنی تامین. بعد میریم اونجا می‌خوایم بشینیم دو تا آنالیز در بیاریم، دو تا دیتا در بیاریم، نمی‌دونم همین حرفا رو بالا پایین کنیم، هیچکی نیست. حالا یه مش آدم مثلا تو کارگاه بلن یا فلان بدید دیتا پروژه توی مغز دفتر فنی بدید چی بدید، نه اونا دارن کار میکنن، اون زیر آفتاب داره کار میکنه. بررسی تحلیل برای اینجا صاف دست گذاشتیم و همین جایی که به قول تو قرار بود پول بسازه صاف دست گذاشتیم، همین جایی که قرار بود دیتا جمع کنه همون چارت گزارشی هم که جمع میشد دیگه نیست. خب چه خاکی تو سر این پروژه بریزید. میخوام بگم ببین این نگاه ها کاملا هنوزم هست. بعد فکر نکن حالا ما میریم بال میزنیم خیلی هم درست میشه. میگه نه حالا شما یه جوری ساپورت کنید، شما یه کاری بکن آقا یه جوری ساپورت کنم که دیتا رو از کجام در بیارم. چی میگم؟ همون قضیه که تو جلسات خیلی باش داستان داشتیم، آقا من دیتا میخوام تا بتونم این خاکی تو سرش بکنم. وقتی نیست نمیشه. دقیقاً. بعد میگیم به مدیر عامل میگیم که آقا میشه یه گزارش سود و زیان پروژه ما بدونیم تا اینکه چه خبر، وضعیت چجوریه. میگه که ببین ما اینقدر گرفتیم، مثلا خانم فلان یا آقای فلان چقدر هزینه کردیم یه عدد. ما اینقدر خوبه دیگه وضعیت. آقا شما تو این عددی که گفتی مثلا ایدی و سنوات که ندادی ها حساب کردی؟ نه. ضمانت گرفتی، هزینه ضمانتنامه هم حساب کردی؟ نه. پول اسکونت میکنی، اسکونت هایی که به نزول خوره بدی حساب نه. این فاکتورایی که تو راه هنوز نیوردن بدن به مالی بدهی تو بازار به وجود اومده که این نمیدونه که پس تو عددش نیست دیگه، درسته؟ آره نیست. عزیزم این چیزی که تو فکر می‌کردی آمیلیارد مثبتی که اینا رو با هم جمع بزنی که همین الان آمیلیارد زیری که. بعد میشینی سوالی که بارها با هم دیگه خیلی جا هم شنیدیم، آقا کجاش داری ضرر می‌کنی میدونی؟ خیلی جالبه توی این شرایط با مدیر پروژه فکر میکنه برای جواب دادن به این سوال. پس یعنی هیچ وقت نشسته اینو. اون فقط داره ضریب بالا سری این اون توی صورت وضعیت میبینه، خودش میسازه و میره. آره. بعد نگاه کن آقا تو این آیتم نباید کار میکرد، این آیتم ضرر بود. بعد میشستیم یک قصه ای میساختیم که این قندونه به جایی که درش تیز باشه درش صاف بشه.
تو رفتی ساختی، خب ساختی رو چیکارش کنم دیگه. این تیپی به شدت. گروه فنی و مهندسی افتخار با سالها تجربه ارزشمند در مدیریت پروژه‌های عمرانی، صنعتی و ساختمانی یک همراه حرفه‌ای و قابل اعتماد برای کارفرمایان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران است. خدمات گروه افتخار در 5 حوزه اصلی ارائه می‌گردد: مدیریت پروژه و ساخت، امور قراردادی، مدیریت ادعا، خدمات مالی و اقتصاد مهندسی، خدمات فنی و مهندسی. آنچه گروه افتخار را متمایز می‌کند، ترکیب منحصر به فردی از دانش فنی، تجربه عملیاتی و مدیریت مالی هوشمندانه است. افتخار با دیدگاهی جامع و تیمی متخصص تمام جنبه‌های پروژه را پوشش می‌دهد تا نتیجه‌ای سریع‌تر، دقیق‌تر و اقتصادی‌تر به دست آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و برقراری ارتباط با گروه فنی و مهندسی افتخار میتونید به بخش بایو این اپیزود یا صفحات رسمی ما در تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنید. گروه فنی و مهندسی افتخار. Coordinate Podcast. آقای مهندس، به نظرتون الان وضعیت واحدهای کنترل پروژه تو پروژه ها چه شکلیه؟ ببین، یه اتفاقی که افتاده به نسبت سالهای قبل تا الان، مثلا بگم 10-15 سال گذشته، اسم واحد PMO، واحد کنترل پروژه، برنامه‌ریزی، این داستان‌ها خیلی توی پروژه ها دیگه آشنا شده. خیلی از مدیرا حتی به دید اینکه حالا به دید یه چیز مثلا با کلاس حتی بخوام بهش نگاه کنن، یا حتی مثبت‌تر بخوام بگم به دید اینکه این میتونه یک واحد کمک کننده باشه، اینها دیگه میشناسنش. شاید 15 سال پیش، 20 سال پیش خیلی نمیشناختنش، ولی متاسفانه به لحاظ خروجی اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق جالبی نیست. دفتر مدیریت پروژه، واحد برنامه‌ریزی کنترل پروژه، یک واحدیه که در واقعیت میتونه دست راست مدیر ارشد سازمان باشه، به شرطی که با واقعیت ها بره جلو. وقتی واحد کنترل پروژه واقعی رو از من سوال میکنی، من بهت میگم که یعنی یک آدمی که مثل مرکز یک ستاره با همه واحدها در ارتباط، مالی، انبار، تدارکات، اجرا، دفتر فنی، مستندسازی، بین همه اینها میچرخه، اطلاعات رو جمع آوری میکنه، تحلیل میکنه، پیگیری میکنه، گزارشات واقعی و معروف قابل اتکا به مدیر میده، سعی میکنه برای مدیرانش، چه مدیر پروژه چه مدیر ارشد، تصمیم سازی بکنه و کمک بکنه که واقعیت ها اتفاق بیفته برای اینکه شما برسی به یه تصمیم درست. ولی در حال حاضر چیزی که وجود داره این نیست متاسفانه. در حال حاضر ما واحد کنترل پروژه توی اکثر پروژه ها تبدیل شده به یک واحد اپراتوری، به یک واحدی که یک کارشناسی که خوب اکسل و پاورپوینت بلده و بلده که یه سری گزارشات خوشگل درست بکنه و بعد همه چی تبدیل شده به یک برنامه زمانبندی و به یک چیزی به نام نرم افزار مثل پروژه پریماورا و تعریف خیلی از مدیران و مدیران پروژه و مدیران ارشد تو ذهنشون این شده که یک نرم افزار به اسم MSP یا مثلا P6 مساویه با کنترل پروژه، در صورتی که در واقعیت اصلا اینجوری نیست. اپراتور بودن یا اپراتور شدن توی واحد کنترل پروژه یه مرگ کامل از نظر من. یه نکته دیگه و بدیه این قضیه هم اینه که متاسفانه مدیران ما هم در رابطه با تحلیل هاشون واقعا تک‌بعدی شدن، یعنی صرفاً یک چیزی به نام درصد پیشرفت پروژه رو و مقایسه یک درصد پیشرفت واقعی با برنامه‌ای رو به عنوان تصمیم گیری در رابطه با همه اوضاع پروژه در نظر میگیرن که این
خیلی چالش‌های بزرگی رو درست میکنه و اولی و سطحی ترینش هم اینه که پیمانکار رو به این سمت میبره که با یه سری عدد سازی کارفرماشو راضی بکنه بابت اینکه دوتا عدد رو با هم مقایسه میکنه، ولی اصلا به تحلیل‌های پشتش، به قول معروف مسائلی مثل تحلیل ریسک یا نگاه کردن به اینکه چرا یه اتفاقاتی داره توی پروژه میفته، اینها متاسفانه توجه نمیشه و از ساید خود کارشناسای برنامه‌ریزی کنترل پروژه هم اگر بخوام برات بگم، به نظر من متاسفانه اونها هم تمایل به اپراتور شدن پیدا کردن. از نظر من یک کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه واقعی بودن خیلی کار سختیه، خاطر اینکه تو باید یک آدم مولتی تاسک زبر و زرنگ فضول همه جا به چرخ باشی، با همه ارتباطات خیلی خوب پیدا بکنی، تحلیلگر خوبی باشی، شناختت از پروژه خوب باشه، خودت رو جای مدیر پروژه بذاری و ولی خب اینی که خیلی راحت توی کانکس زیر کولر بشینی، یه سری دیتا از جاهای مختلف برات بیاد، اصلا برات مهم نباشه که این دیتا درستن یا غلطن، فقط اونا رو توی یه سری شیتایی از قبل آماده شده بذاری توی یه برنامه و یه خروجی خوشگل پرینت رنگی بگیری و بدی به مدیر پروژه و بقیه روز سر توی گوشی و شبکه‌های اجتماعی باشه. متاسفانه این الان تبدیل شده به یه ترند بیشتر توی واحد برنامه‌ریزی کنترل پروژه که شاید یه بخشش به دلیل اون نگاه بالا به پایینه و یه بخشش هم به دلیل این تنبلی از پایینه. من متاسفانه علیرغم اینکه این واحد میتونه یه واحد فوق‌العاده برای شرکت‌ها باشه، الان حس می‌کنم تبدیل شده به یه اسم خوشگل بیشتر و متاسفانه این باعث شده که یه سری از شرکت‌ها و یه سری از مدیران هم از واحد بعد از این مدت زده بشن، به دلیل اینکه می‌بینن که یک سری مزخرفایی داره از توش به وجود میاد که به اینجایی نمیرسه و بعد دردسرم هست و بعد متاسفانه میاد یه کار دیگر میکنه، میاد و کل داستان رو میبره زیر سوال. خب مدیری که نگاهی نسبت به این داستان نداشته، خوبش رو ندیده، مزایاش رو ندیده، وقتی که این اتفاق براش میفته کل قضیه رو میبره زیر سوال و بعد از اون میگه که خب پس چیز مزخرفی بود بندازش تو. سال 87 بود که این داستان خیلی هم هنوز گسترده نشده بود. انقدر دوست داشتم که توی همه بخشا فضول باشم که مجردم بودم، 7:30-8 صبح میرفتم سر کار، 10:30-11 شب برمیگشتم خونه. 250-60 ساعت اضافه کار واقعی رو داشتم، ولی تمام حس و حال واقعیم همین بود که من این کار رو با جون و دل انجام بدم، چون من از نظر من اگر که من قرار بود برنامه‌ای بنویسم و اون برنامه رو کنترل کنم یا راندمانی در بیارم، بعد خودم همش لمس می‌کردم. برای همین از صبح تا عصری که بچه‌ها و کارگاه فعال بود من توی کارگاه بودم، بعد تازه ساعت 5 بعد می‌اومدم میشستم تو دفتر پشت سیستم و بعد برای اینکه خودم رو درگیر میدونستم بعد میگفتم خب من بعد با دفتر فنی کانکت باشم، من بعد نقشه برداری یاد بگیرم، من بعد دیستیسی یاد بگیرم، من بعد با دستگاه نظارت کانکت باشم، من بعد با طراح در ارتباط باشم، من بعد با کارفرما در ارتباط باشم و واقعا جزء افتخارات خودم برای خودم تو دوران کاری میدونم که به جای رسیدم که مدیر مجموعه ما بدون من جلسه نمیره. خیلی خوبه. با اینکه من یک جوون 4-5 سال سابقه بیشتر ندارم. به یه جایی رسیدم که وقتی که یکی از مدیران جدید ساختار کارفرما اومد توی کارگاه، سرپرست نظارت 2 روز رفت پیشش اومد و بعد از 2 روز اون مدیر گفت که به جای سرپرست نظارت من ایمان جوون 20 و چند ساله 3-4 سال سابقه بیشتر برم پیشش صبح به صبح تا ولی من با تمام علاقم داشتم اون کار میکردم، ولی متاسفانه نیست و حتی الان شدم شبیه اون کوزه‌گره‌ای که از کوزه شکسته آب میخوره. متاسفانه توی پروژه های خودم الان توی پروژه های اجرایی ساختار برنامه‌ریزی کنترل پروژه وجود که بعد خودم قبول داشته باشم که کار بکنه کار نمیکنه. چرا؟ من هم دچار اجرا زدگی شدم، من هم دچار اون درد خیلی از مدیرانی شدم که تبدیل شدن به قول نویسنده‌های خارجی به سری فایر فایتر، مثل آدمایی که صبح بعد بیان یک کپسول آتش دستشون بگیرن و هرچی آتیش توی مجموعهشون روشن شده رو خاموش کنن.
و بعد یهویی خودشون رو نگاه میکنن، ساعتشون رو نگاه میکنن، میبینن ساعت 7 شبه و هیچ کار آینده نگرانه، هیچ کار برنامه ریزی، هیچ کار به قول معروف مدیریتی انجام ندادن، فقط داشتن ردخ و فتخ خرابکاری ها بعضی درست موقع‌ها اینقدر اعصابم خورد میشه از اینی که ساعتها دارن با یک سری آدم‌های دست بالایی به قول معروف مدیران ساختار کارفرما بستان چکشونه میزنن بابت یه سری مزخرفاتی که اصلا به ذات نباید وجود داشته باشه، یا دارن میجنگن برای خاموش کردن یه سری آتیشایی که به ذات اصلا نباید این آتیشا وجود داشته باشن. دیدی چی میگم؟ اینجا هست این محیط تعریف پیدا میکنه. من یکی از بستگان نزدیکمون توی آمریکا توی شرکت عمرانی اتفاقا مدیر دفتر فنی و مباحثات باشگاه حرف می‌زدم، میدونی بعضی حرف‌ها برای اونها تعریف نشده است. من نمیگم اونجا چالش نیست، اتفاقا اگه یه روزی در این مملکت باز بشه و ما قرار باشه با دنیا رقابت بکنیم کارمون شاید سخت‌تر از الانم بشه، ولی یک سری مسائل برای اونها تعریف نشده است. اینی که تو کار بکنی صورت وضعیت بدی و پولت ندن برای اونها تعریف نشده است. پولتو به موقع ندن. اینی که یک پروژه تعریف میشه ولی بودجهش تعریف نمیشه برای اونها تعریف نشده است. چه قفله. اینی که صبح پا میشی کارگر 1,000,000 است میره خونتون، کارگر 1,400,000 برای تعریف نشده است. نمیفهمی این اصلا. یه سری اینها واقعا اعصاب خورد کن میشن و بعد وقتی که میای توی لایه‌های بالاتر، خصوصا من از وقتی که مدیر عامل شدم سال تقریبا 94 به بعد یه جمله برام خیلی جمله سختی شد که الان نمیخوام تو حرفم موعظه مزخرفانه بکنم برای مدیر عاملایی که هستن چون درک میکنم قضیه. تفاوت مدیر عامل شدن با مدیر پروژه یا معروف سایر لایه‌های مدیریت، مثلا وقتی مالک مدیر میشی، اینه که تو یک نفری هستی که وقتی برمیگردی پشت سرت رو نگاه میکنی دیگه هیچ نیست و قطعا همه چالش هایی که روی میز تو رسیده از الک همه مدیران زیر دستت رد شده و اون مشکلاتی روی میز تو رسیده که واقعا به این راحتی ها قابل حل نیست. ما توی مدیریت پروژه توی جلسات توی استاندارد میگه شما باید ریسک محور باشی، یعنی اینکه تو بشینی توی جلسات برای جلوگیری از ایجاد یک سری مشکلات در آینده برنامه ریزی بکنی، در صورتی که ما تمام جلساتمون ایشو محوره، مشکل محوره. میریم تو جلسات هفتگی میشینیم میگه خب لیست چیزایی که ترکیده رو بیارید دوتا ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزه. بعد از جلسه میای بیرون، یادت ساعت‌ها تو جلسات هفتگی همون پروژه که میگفتی شاید 3 ساعت 4 ساعت طول می‌کشید، اینقدر که دیگه قند خونمون میافتاد ولی لیست کثافتکاری‌های پروژه جمع نمی‌شد. یادته؟ من یه خاطرات عجیب‌تری دارم. من به عنوان یه خانم که تو پروژه بودم یه قانونی گذاشته بودیم که از اونجایی که دیگه پروژه فرسایش شده بود که این قانون این بود سریع نکات فنی رو بگو برو، ما شاید مجبور شیم به هم فحش بدیم. اصلا یه چیز عجیبی بود و من زمانی که تازه میرفتم دعواهای اصلی شروع میشد و صدا میومد دیگه، مخصوصا زمانی که اون کارفرما یه سری تغییرات اساسی داشت دیگه کار به یه جای عجیب غریبی میرفت. جلسات ساعت 2 ظهر اینا شروع میشد، بعد یهو میدیدی آقا هوا تاریک شده بود دیگه پروژه ساعت 7 شب 8 شب هنوز جلسه. بعد حالا آیا یک دونه از این صحبتایی که میشد آینده نگر بود؟ نه. تمام زندگی توی اون پروژه میشد مشکل نگر. تمام داستان میشد چی؟ تمام داستان میشد مسائلی که ما بیایم بشینیم اشکالات کنیم. و خب این داستان از یه بابت شاید یه جاهایش تقصیر مدیران ما نباشه، یه بخشش هم یه تقصیر کلان باشه، ولی خب یه نکته‌ای که هست که همه این حرفا نسبیه. ما باید سعی بکنیم که این قضیه رو بتونیم به سمتی ببریم که ازش استفاده کنیم. تو پروژه خودم فقط حداقل سعی کردم یه کارو بکنم، دیتا رو به بچه‌ها بگم جمع کنید به هر شکلی که هست، درست، که بعداً حداقل از این دیتا ها بشه استفاده. دقیقاً. یک لایحه‌ای نوشتیم برای یک ارگان دولتی توی حوزه منطقه آزاد برای پروژه سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذار و مالک اصلا فکرش نمی‌کرد که واقعاً اینقدر دیتا بشه سرهم کرد.
و به ما گفتن که کارشناس رسمی گرفته سازمان برای بررسی. اونا ناراحت شدن، من خوشحال شدم. گفتم که خب خوبه، با کارشناس رسمی وقتی بخوایم طرف حساب بشیم با کاغذ و قلم حرف بزنیم، با خودشون که بخوایم حرف بزنیم بعد بریم بازاری چکشون بزنیم. یه هفته‌ای وقت گذاشتم و یه زومکن درست شد که اصلا فکرشو نمی‌کرد که همچین چیزی باشه. متاسفانه یک سال اول اون پروژه هم من نبودم و بعد به قول تو التماس لجم میگیره از اون موقعی که من میگن که ما داکیومنتری نداریم. کارفرمای من به من میگفت که میشه بری از دبیرخونه اون ارگان دولتیه بگی کپی نامه. گفتم تو وایسی تو صورت من به من فحش بدی من بیشتر تحمل میکنم که اونم قطعا دوست نداره این کارو بکنه. طبیعیه. هیچ وقت ندیدم که کارفرما بخواد مدارک به حالا من یکی از چیزایی که تو اخلاق شخصیم داشتم حداقل تو این داستان همیشه کمکم کرد، تا فکر کنم تو این اخلاق منو بدونی. من خیلی مینویسم. من همیشه مینویسم. آره همیشه. چه کارامو، چه برنامه‌هامو، چه روالمو همیشه روی میزم این داستان دارم، حالا چه الکترونیک باشه چه به قول معروف کاغذی. و این قضیه هم خیلی کمک کرد که حداقل بتونم یه کمی ذهنم را بماند که الان توی آشفته ترین شرایط کاری توی این تقریبا 20 سال گذشته هستم به لحاظ تنوع و پراکندگی و شلوغ بلوغی و نمیدونم همه داستان در سر این اصطلاحی که بهش میگن درآمدهای پنهان در پروژه، حالا با توجه به این پروژه‌های ما که اغلب داریم تلاش میکنیم که حداقل ضرر ندیم، اون درآمدهای پنهان چیه؟ اصلا داستانش چیه؟ اصطلاح قشنگی حالا براش گذاشتی. ببین یه چیزیه که ما خیلی به نظر من باز توی پروژه ها عادت نداریم بهش، خصوصا توی پروژه های پیمانکاری. سرمایه گذاری شاید یک کم شکلش عملش فرق داشته باشه، نمیگم نداره ولی شاید یکم فرق داشته باشه. ببین ما توی پروژه های پیمانکاری وقتی شما تو جایگاه پیمانکار هستی، یک داستانی به نام مدیریت دفتر فنی و یک داستانی به نام مدیریت ادعا به نظر من بعد از روز اول پروژه وجود داشته باشه. این از نون شب واجب. خیلی از پیمانکارای ما تا روز آخر پروژهشون یه دور قراردادشون رو کامل نجویدن. وای اینو خیلی دیدم. و بعد جالبه که تو وقتی که یه قرارداد رو با بخشنامه ها و نمیدونم پیوستای کنارش میخونی و یک تسلطی هم داشته باشی نسبت به قوانین و مقررات جانبی که داره مرتبط با اون قرارداد به وجود میاد، یک دنیا فرصت توی این داستان میاد. فرصت ها از دو جنس، فرصتی که باید جذبش بکنی یا فرصتی که با دفع کردن یک خطر به دست میاری. این دوتا چجوری به وجود میاد؟ اینی که تو مسلط باشی روی شرایط پروژه، روی قراردادت، روی مستندات کنارش، بعد بیای از دید دفتر فنی اینها رو اینجوری ببینی، بعد یک نگاه مدیریت ادعا داشته باشی از روز اول. متاسفانه همه فکر میکنن مدیریت ادعا مال روز آخره، در صورتی که به قول یکی از دوستامون شنیدیم که به مدیریت ادعا از قرمه سبزی میمونه. بعد از اول بذاری بار تا این نمه خلاصه پخته بشه تا روز آخر بشه ازش استفاده کرد. تو روز اول با خوندن قراردادت و داکیومنت های کنار قراردادت میتونی بفهمی کجاها برای تو بستر کلیمه یا به قول تو اون پوله است. بعد شروع کنی تو طول زمان این مستندات رو خورد جمع کردن، توجه کردن به اون نکته ها، فضا رو آماده کردن، مسیر رو درست کردن برای اینکه به اون سمت حرکت بکنه و بعد برسی به اون چیزی که تو میخوای. و حالا روز آخرم به دید مدیریت ادعا همشو جمع جور بکنی. یه سریشو تو طول مسیر گرفتی، یه سریشو تو طول مسیر با دانستهات اجازه ندادی رخ بده، یه سریشو ترانسفر کردی به این ور اون ور، ریسک خودت آوردی پایین، و یه سریش هم گذاشتی آخر کار بر اساس اون داکیومنت ها مستندات جذب کرد. ولی ما متاسفانه خیلی از پیمانکارامون هنوز هم
هنوز هم فکر نمی‌کنن که دفتر فنی واقعا یه قلب اساسی کارگاهشون. هنوز هم همه چی رو توی کارگاه میبینن، همه چی رو توی اجرا میبینن. بله من کامل قبول دارم اجرا باید کار بکنه تا دفتر فنی فضاش رو داشته باشه، ولی اگر اجرا کار کرد و دفتر فنی نبود این معلوم نیست به کجا داره میره، ناکجا آباد یا حالا به یه سرانجامی نیست. و چقدر این پتانسیل هایی که تو بهش گفتی درآمدهای پنهان وجود داره که ما به دلیل اینکه نمیخونیم، نمیدونیم، اطلاعات نداریم، دانش حقوقی، دانش فنی برای استفاده از این پتانسیل ها رو به کار نمیگیریم، یه سری کارها رو حواسمون نیست انجام میدیم که نباید بدیم، یه سری زیرساخت ها رو ایجاد نمی کنیم که باید بکنیم و یه عالمه فرصت جانبی رو از دست میدیم. شما خصوصا توی پروژه هایی که فهرست بهایی برنامه بودجه‌ای کار میکنن، توی پروژه های EPC کلی پتانسیل وجود داره برای اینکه تو بتونی درآمدهات رو از اون چیزی که وجود داره بالاتر ببری، هزینه‌هات رو از اون چیزی که هست کمتر بکنی، یک سری درآمدهایی رو ایجاد بکنی که با هیچ گونه کار اضافی اون درآمدهای اضافی قابل به وجود بیاد. یه تعریف آیتم، یه ستاره دار کردن آیتم، یه استفاده از یه بخشنامه، یه استفاده از یه قانون مدنی تجارت یا قوانینی که در قالب قوانین پرسش پاسخ‌های برنامه وجود داره میتونه برای شما ورق و برگردون و انجام ندادنش. دقیقا من یه تجربه عجیب غریبی که توی یه پروژه داشتم که سرپرست قسمتی هم بودم، مدیر عامل یه شرکت فکر میکرد که اگه تمام مصالح رو الان بخره بذاره توی انبار بعد پای کار بگیره سودشو کرده، در صورتی که خب من دو تا چیزو میدونستم، این که بابا یک حجم عظیمی تاسیسات داری که هنوز کار نشده و تو نمیتونی همینجوری گتره‌ای بدون در نظر گرفتن برنامه زمانبندی و اینکه حالا داری میری مسائلی رو میخری که قرار آخر پروژه استفاده بشه توقع داشته باشی که حالا اون تیم نظارت و کارفرما صورت وضعیت رو براتون نقد کنه و تو بتونی این پولش رو بگیری. و هر چقدر کشش دادم که احجامو ندم تا اینو بفهمه، نمیفهمید و اصرار داشت که یالا لیستو بدیم میخوام همه رو بخرم بذارم گوشه انبار. این در حالی بود که شما بگو 1 متر این ساپورت کانالاشو خریده باشه و هر چقدر بهش میگفتم گوش نمیداد و مهندسای تاسیسات این موضوع رو اصلا جدی نمیگرفتن که خب اونا باید احجامو میدادن تا این تکلیف روشن بشه و نهایتا با اینکه حقوق بالایی میگرفتم شرایطم خیلی خوب بود استفاده دادم اومدم بیرون. هنوز مدیر عامل میگه من نفهمیدم چی شد که ضرر کردم، من که این کارو کردم. مثلا یکی از آپشن ها البته مشکلات زیادی داشت، اشکالای زیاد، من که تمام اینا رو حساب کتاب کرده بودم، من که مسائلمو خریده بودم، من که اینو گذاشته بودم کنار، ولی ساده ترینش بود که خب همیشه این سیستم بازاری طوری که داری حساب میکنی سود نیست. شما مخصوصا این قضیه رو اگر که توی پروژه هایی داشته باشید که این پروژه ها فهرست‌هایی باشن و مشمول تعدیل باشن، زمانی که شما جنس رو میخری تعدیل تو روی اون زمان فریز میشه وقتی که تو به عنوان مسائل پای کار میاریش به صورت وضعیت و خیلی وقتها این آنالیز کردنی که تو چه زمانی این خرید رو انجام بدی یا مهمتر از اون اگر خرید رو انجام دادی چه زمانی بذاریش توی صورت وضعیت، یه نکته های به شدت فنیه که کجا برای تو یک اپتیموم داره. حالا بماند بحث جریان نقدی، بماند بحث نگهداری های احجام در این حد و از بین رفتن، بماند بحث تغییرات طراحی که روز به روز این قضیه ها انجام میشه و بارها اینو دیدیم که اصلا یه چیزی رفتیم شرکت کردیم یه چیز دیگه از توش در اومده. قلقگیری اصلا تیم بازرگانی که دستش کج نیست، خود اینم داستان داره. و بعد اینی که آیا تو توی بخش تامینت مطمئن هستی که بهترین نوع کار رو میتونی انجام بدی و خروجی رو بگیری؟
آیا از اون درآمدهای پنهانی استفاده کردی شاید این برندی یا این قطعه‌ای که تو داری می‌خری این قطعه ضرردهی باشه و تو در آینده توی این فاصله بتونی این قطعه رو تغییرش بدی، بری سراغ قیمت جدید. آفرین، بری سراغ قیمت جدید. اگر قراره این کارو بکنی، این داکت، این کانال، این ساپورت، این مسیر فلان برات ضرردهه، آیا اینو بعداً یه جوری بین کار عوضش بکنی، یه کار دیگه بکنی که از اون آیتم استفاده نکنی و تو داری همه اینها رو از دست میدی توی همجا با یک نگاه صرف بازاری به دید این که من برم بخرم بذارم، خب قطعا تورم میخوره، گرون میشه. و بعد عدم توجه به این که این مساله وقتی که توی پاکار برای شما پرداخت شد دیگه مالکش هم تو نیست، حتی اگر که اینها مازاد باشه. و بعد چالش‌های آزادسازیش و نگاه‌های خیلی ساده داشتن به مسائل فنی توسط مدیران ارشدی که خیلی هم عادت به اطمینان کردن و به قول معروف اختیار دادن به یک همچین تیپی ندارن یا حتی اصلا نمیشناسنش. داره قشنگ بعضی وقتا واحد بازرگانی اولویت میشه بر واحد کنترل پروژه. این خیلی برای من جالبه که بعضی وقتا اونان که تصمیم دارن یا واحد بازرگانی اولویت میشه به واحد فنی یا واحد اجرا اولویت میشه و همه واحدهای پشت. من نمیگم اونا مهم نیستن ولی مهمه که مغز و بازو چجوری با هم در ارتباط باشن. ما همیشه اینو میگیم بازو باید تو مسیری که مغز براش فکر کرده کار بکنه. ما خیلی وقتا توی پروژه ها به عمد یک سری از بخش ها رو کار نمی کردیم، حتی عقب می افتادیم، ولی این رو می دونستیم چرا اینجا رو کار نمی کنیم. زندگی نامه آقای دکتر نیازمند، ایشون جزو مدیران و حالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد و بعد صنعت و معدن این داستان بود زمان محمد رضا شاه، خصوصا اوایل دوران محمد رضا شاه که خیلی اهمیت داد به ساختار آدم‌های باسواد و حالا اصلا تکنوکرات ها همین آیین که رفتن بیرون از ایران درس خوندن برگشتن اومدن و میخوان مثلا روی مملکت کار بکنن. این آقای مثلا دکتر عالی خانی که اون موقع وزیر اقتصاد بود و حالا این آقای دکتر نیازمندم زیر مجموعش بود، اینا حالا از خاطراتش میگه و بعد میاد اتفاقاتی که افتاده از مثل سرچشمه ذوب‌آهر نمیدونم فولاد، اتفاقاتی که میفته، خودرو، زندگی، اینها بعد خیلی چیز توش یاد میگیری، خیلی فشردم هست. یا مثلا میگم یه مقداری به قول معروف خاطرات تاریخی میخونی از مثلا خاطرات نمیدونم یکی مثل هویدا، یا مثلا یه پادکست هایی گوش میدادم زندگی نامه مثلا همین دکتر عالی خانی بود وزیر اقتصاد، خیلی معروف هم پس دیگه، بعد تعریف میکنه پادکست هایش اون موقع بنده خدا اینا رو جمع کرده بود ضبط کرده بود، یه کانال تلگرام خیلی گذری هم پیداش کرده. بعد میبینی که آقا یه سری از این اتفاقاتی هست که ما خیلی میگیم که کاش نمیشد، کاش فلان بود، یا نمیدونم اگر انقلاب نشده بود، یا مثلا انقلاب که شد فلان بود، اینا بعد یه جایی میبینی یه واقعیتایی هم وجود داشته. بعد نگاه میکنی میبینی چی شد که انقلاب شد. بعد نگاه میکنی میبینی که محمد رضا شاه 50-51 به بعد خیلی دیکتاتور شد و این باعث شد که این روند بره. مثلا محمد رضا شاه عالی خانی برکنار کرد، بعد میای سخنرانیاشو گوش میدی، بعد میاد مثلا سر همین داستان جلسه هتل رامسر که برای قضیه بودجه بوده، وقتی میای گوش میدی مثلا میبینی که آقا هزار تا اقتصاددان میان نامه مینویسن، بعد میبینی تاریخ تکرار میشه، نامه مینویسن بهش میگن آقا تو نروین و این زیر ساخت این مملکت توان تحمل یا همچین داستانی نداره، باید پله پله بره جلو، زیر ساخت باید به وجود میاد. بعد میگه که خب اگه نمی‌کنید من برنامه بودجه رو منحل کنم کلا. یاد آقای احمدی نژاد. آره آفرین. بعد ببین اصلا تو فکرش نمی‌کنی محمد رضا شاه یا همچین حرفی فلان چیز میاد. یه جمله خیلی جالب بود، وزیر اقتصاد وقت بود یا وزیر برنامه بودجه، یعنی مدیر برنامه بودجه وقتی که الزام میکنه که برنامه 5 ساله توسعه باید ریویژن بخوره و کل اون بودجه بیاد داخلشون همه چی 5 برابر بشه. خیلی جالب بود. این حرف من سال 52 یا بود اگه اشتباه نکنم، امیدوارم که اینا رو اشتباه نگم توی اون پادکست و اون کتابی که خوندم.
میاد روی چیزا امضا میکنه، روی برنامه توسعه را مینویسه که این جمله‌ای که گفته مینویسه این پولها پا در میارن و میان توی خیابون و چی یه جمله بعدش بود یادم رفت و خون زیادی ریخته میشه یه همچین چیزی و استعفا میده و میره و بعد 5 سال بعد 6 سال بعدش هم همین اتفاق میفته. داریم حرف میزنیم از مثلا مطالعه و دانش و بروز شدن و اینا، تاریخ خیلی زود میذاریمش کنار، میگیم بابا این که دیگه ولشون بریم مدرن یاد بگیریم. یعنی واقعا اینجوری نیست. من خودم هم اصلا اینجوری نبودم، الانم خیلی کمه، 2-3 تا بتونم خورد خوندم اینا، بعدش هم که خب ماشاءالله اینقدر فکر میکنیم کار داریم، مثلا کارهای مهم داریم انجام میدیم، مثلا این چیزا رو میذاریم کنار. بعضی موقع وقتا میذاریم مثل مزخرفایی هم میخونیم که شو خودمون فکر کنیم خیلی داریم چیزایی مثلا در جریان وقایع روز هستیم، بعد میفهمیم رکم هم خوردیم چون از مد رفته، فقط وقت ما این وسط رفته. نمیدونم فکر میکنم یه سری واقعیت هاست که باید بدونیم. ما توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که یک روند تاریخی رو گذرونده و الان هم داره میگذرونه. میخوام بگم که نگاهمون اتفاقا به گذشتمون هم نباید این نگاه دوگمی باشه که مثلا بگیم نه فقط همین یا فلان. بله همشو باید درس گرفت. آقا دوران رضاشاه، دوران قاجار، دوران محمد رضا شاه، بعد از انقلاب هر چیزی یه خوبیه یه بدیه‌ای داشته فلان، ولی ما بعضی موقع اینی که گفتم بابت اینه که ما یه ذهنیت داریم میگیم که نه همه چی خوب بود، این همش نه اینجوری هم نبود. بعد حالا جالبیش اینه برای چی میگم؟ برای اینکه آقا بفهمیم از زندگی خودمون گرفته تا شرایط الان. هر کسی اگر به یه مرحله‌ای رسید که گوش نداد، شاید بخوام مرتبطش بکنم با بحثم، توی حوزه مدیریت پروژه ما تو پی ام باک قبلی، الان پی ام باک چنده؟ 8 دارن تبدیل میکنن 7 بود رو 6. روی 6 شما حوزه های مدیریت چیزا که داشتی، بعد یه حوزه به نام مدیریت ارتباطات داره پی ام باک. بعد میگه که شما تقریبا 80% به بالای زمان یک مدیر پروژه تو این حوزه میچرخید، یعنی ارتباطات. بعد اگر که واقعا شما تبدیل بشی به یک مدیریت پروژه‌ای یا یک مدیر پروژه‌ای که گوشت رو روی واقعیت‌ها و داکیومنت‌ها و گزارش‌ها و نقدهای فنی که عوامل زیر مجموعت دارن میدن ببندی، تو بخش درآمد، تو بخش هزینه، تو بخش فنی، تو بخش QC ببندی، گوش ندی. آقا این ماشینالات تو بهره‌ور نیست، آقا این نیروی انسانی تو بهره‌ور نیست، آقا این شرایط پیمانکار جزء تو خوب نیست، آقا این دیتیلایی که داری انتخاب می‌کنی اشتباهه، آقا برون سپاری اینجا اشتباهه، درون سپاریش اشتباهه، این ماشین کرایه‌اش فلانه، بیسار این داستانا. ولی اون بگه نه من مدیر پروژه‌ای ام که همه چی سال‌هاست دارم با این سیستم کار میکنم، حرف نزن فلان. شما میگی آقا بیا من یه نرم افزار دارم، اینا رو میتونیم با هم کوردینیت کنیم فلان، اینا نریم بسازیم تعقیب بخوره تو هم، حالا بگی بکن بریز پایین، نه این مثلا جانگولک بازی‌ها فلان بیساره. خب این مصداق چیه؟ این مصداق همون نامه‌هاییه که اقتصاددان می‌نویسه و بعد اون قبول نمی‌کنه. کی؟ محمد رضا شاه. بعد خیلی جالب تاریخ تکرار میشه. الان دوباره میشنن میگه آقا همه اقتصاددانا اومدن نامه نوشتن گفتن آقا داره شرایط فلان میشه، باز دوباره هیچ کی گوش نمیده. بعد میخوام بگیم پس چی شد داستان تکرار؟ حالا بعد میام خودمون میایم تو کار میگیم آقا یه مدیر پروژه، یه مدیر عامل، یه کارفرما، بهش میگیم آقا دارم بهت آنالیز میدم، همین الان درگیر یه پروژه هستیم توی یکی از بنادر کشور، مشاور ماده طرح داده در رابطه پروژه ریلی هم هست، ما یک داکیومنت کامل تهیه کردیم، گفتیم آقا به این دلیل این روش روسازی که تو داری توی این پروژه استفاده میکنی برای اینجا مناسب نیست، گوش بده، بررسیش کن. درسته من پیمانکارم ولی دارم میگم بررسیش کن. مشاور میاد میگه که نه من میدونم درست. خب این داستان چیه؟ این داستان مصداق همون است، مصداق همون گوش ندادن است.
درست. یه مدیر پروژه‌ای که این داستان داشته باشه، دفتر فنیش بیاد یه دونه صورت وضعیت بذاره جلوش، بعد بیاد بگه آقای محترم تو داری در آیتم‌های فلان و فلان و فلان ضرر میدی، این کار رو ادامه دادنش اشتباهه، اینو باید الان یه فکری به حالش کرد. وای که چقدر جدی نمیگیره. چقدر جدی نمیگیره. بعد میری جلو، بعد میگی آقا الان نکنی بعد نمیشه، بعد میره جلو، طق قضیه در میاد، یه ضرر آنچنانی میاد بیرون. بعد حالا اگر سیستم به قول معروف استخدامی و حقوق بگیری باشه که یهو میبینی مدیر پروژه هم که یواشکی از اون مقالات به قول معروف سورید و رفت. درسته. مالک موند و بردش. تو یه صفحه دیگه هم اضافه کردی؟ نه خیالتون راحت. شنوندگان عزیز، نه همون زاده بود، فقط مدلش فرق می‌کرد. بردمشن. نه خیالتون راحت، موردی نداره. حالا در کل بخوایم یه توصیه و یه نکته کلیدی به مدیران پروژه و تیم‌های عمرانی بگیم چی میگیم؟ ببین من به دید تجربه خودم میگم که امیدوارم که همه مدیرا به این نتیجه رسیده باشن که دنیای کسب و کار توی پروژه های عمرانی، چه حوزه انبوه‌سازی و ساختمان چه حوزه زیرساخت، واقعا عوض شد و الان دیگه با یک مدیریت سنتی و غیر بهره‌ور واقعا توی فضای کسب و کار امروز دیگه نمیشه دووم و مدیریت کردن با سبک و سیاق صرفاً استفاده از تجربیات گذشته دیگه جواب نمیده. نه حاشیه سودها دیگه اون حاشیه سودیه که بخواد تصمیمات غلط رو پوشش بده و نه شرایط اقتصادیه که شرکت‌ها بتونن تحمل تصمیمات غلط رو داشته باشن و واقعاً از یه جایی به بعد دیگه بحث بقای سازمانه و امروزی که دیگه واقعاً تقریبا میتونم بگم اکثر سازمان‌ها درگیر بحث بقا هستند، فعال شدن مغز توی پروژه ها به شدت اهمیت داره که این مغز رو من تلفیقی از واحد دفتر فنی، برنامه‌ریزی کنترل پروژه و مدیریت ادعا می‌بینم که در کنار واحد اجرا قرار بگیره و به شدت توصیه میکنم به دوستان و همکارای خودم که خصوصا با کارفرماهای دولتی کار میکنن به شدت واحد مدیریت ادعا رو جدی بگیرن و نه از زمانی که پروژه تموم میشه سمتش برن، از روز اولی که پروژه شروع میشه بهش فکر بکنن. متاسفانه دورانی که کارفرماها بر اساس خروجی اجرایی شرکت‌ها به اونها کمک بکنند یا کار اونها رو راه بندازن گذشته و امروز دیگه فقط توی ساختارهای کارفرما و نظارتی همه نگران میزه شدن و اینجاست که پیمانکارها باید خودشون بتونن گلیم خودشون از آب بکشن و به نظر من هیچ ابزاری به جز مدیریت پروژه، دفتر فنی، مدیریت ارتقا به کارفرماهای خصوصی و پیمانکارهای خصوصی کمک نمی‌کنه. برای اونایی که تازه وارد این داستان شدن، تازه فارغ التحصیلان یا دانشجو، به اونا چه توصیه‌ای داری؟ یه توصیه‌ای که دارم، نمیدونم این توصیه برای نسل جدید درست عمل میکنه یا نه، ولی توصیه میکنم واقعا وقتی وارد دنیای کار میشن برای کاری که دارن انجام میدن مایه بذارن، واقعا برای یاد گرفتن تلاش کنن، در کنار این که دنبال دانش هستن که الان به قول شما ابزاراش خیلی زیادم هست برای یاد گرفتن، ولی وقتی که وارد کارگاه میشن واقعا مایه بذارن برای یاد گرفتن ها. فضاهایی که برای یاد گرفتن وجود داره و مدیرانه که
به نیروهای جوان برای یاد گرفتن میدون میدن آدمای ارزشمندی. کسی که به شما اجازه میده که یاد بگیری، اشتباه بکنی ولی خودت درستش بکنی و یادش بگیری ارزشمنده. به شدت توصیه میکنم که از اپراتور شدن علیرغم این که خیلی جذاب و خیلی راحت و این داستان بی دردسر فاصله بگیرن. اگر به یک اپراتور تبدیل شدن فقط 4-5 سال اول کارشون لذت بخشه، بعد از اون دیگه آدم ارزشمندی نیستن. آدم ها توی کار به نظر من یک نموداری رو طی میکنن. یه روزی باید برن یاد بگیرن، یه روزی برای حقوقشون بقیه تصمیم میگیرن، یه روزی برای حقوقشون و جایگاهشون مذاکره میکنن، یه روزی خودشون جایگاهشون و حقوقشون رو تعیین میکنن. اگر کسی بخواد این نمودار رو طی بکنه راهش راه ساده و تنبلی و اپراتوری نیست. خب بریم دیگه جمع جورش کنیم و اینا. چیزی هست که بخواید اضافه کنیم؟ نه، من از شما تشکر میکنم. اگر زیاده روی کردم توی حرف نه زدم خدافظی نکنم، کلی میگم 2 سوالی که من دارم کوچولو و جمع جور. خب یه چیز بامزه که در مورد شما بود که حالا نمیدونم بهتون کسی گفته یا نگفته، اون موقعی که ما با هم کار میکردیم بچه‌ها همیشه میگفتن کسی که بتونه توی پروژه با این همه گرد و خاک و کثیفی و ما که حالا مثلا 4 تا کانکسیم وسط بیابون با کت شلوار سفید بیاد بره لکی نباشه رو لباسش، دیگه ببین تو کارش چقدر وسواس داره. ولی واقعا چجوری تو پروژه کت شلوار سفید پوشیدی؟ سفیدا، نه شیری، نه کرما، نه خاکستری، نه توسی، سفید. چجوری میتونستی تمیز نگهش؟ اصلا برام سوال بود که اصلا چرا سفید میپوشیدی؟ اولین مدیر، اولین به قول معروف مهندس بودی که من دیدم که برات پروژه جین تعریف نشده. من همیشه عادت کردم یه سری آدم ببینم جین میپوشن با یه لباس، ولی همیشه اون دیسیپلین و کلاس پروژه رو داشتی. حالا اون موقعی که من یادمه ارزم بزرگ که میدونی یکی از دلایلش این بود که اون پروژه‌ای که من تو با هم کار می‌کردیم توش پروژه‌ای بود که من توش به قول معروف حالت مشاور بودم. بعد من توی اون دوران توی یه شرکتی عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی بودم و خب اونجا ساختم کاملا یه ساختم دفتری بود. برای همین یه مقداری توی اون داستان توی اون استایل گیر کرده بودم حالا از یه بابتی و خب اینو ادامه میدادم. جای دیگه هم شما رو دیدم همیشه این داستان بود. ولی بعد وقتی که گذشت 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که توی چند سال گذشته یه مقطعی خیلی از اونوری افتادم، کلا شدم جین و تیشرت. بعد دیگه در این حدی شد که خانمم صداش در اومد و گفت که دیگه خیلی تو دیگه زدی تو کار لش و این داستان. من دیگه از اونوری افتادی. بعد یواش یواش دوباره شروع کردم که برگردم به داستان. ولی یه نکته‌ای که هست، حالا واقعیتش توی کارم به نظر من مهمه. من نمیخوام بگم تیپ و ظاهر آدم ها یا نمیدونم این داستان ها نشونه حالا الزاماً شخصیت یا فلان این داستان است، ولی که همیشه به این معتقد بودم که ترتمیز بودن، مرتب بودن و ظاهر مناسب داشتن. حالا من اصلا به استایل خاصی اشاره نمی کنم، چه اسپورت چه غیر اسپورت چه رسمی، متناسب با شرایطی که وجود داره به نظر من جزو یکی از اصوله. حالا از معروف نظافت و ترتمیزی بگی برو تا تیپ و ظاهر این داستان که به نظر من توی کسب و کار یکی از مسئله هایی که به وجود میاد. شما ناخودآگاه شخصیت رفتاری، گفتاری و به قول معروف دیسیپلین کاریت با فضایی که توش قرار میگیری، با تیپ و ظاهری که داری، با موقعیتی که توش این داستان ها ارتباط برقرار میکنی. و من یکی توی ظاهر، یکی هم سعی میکنم خیلی توی مثلا میز کار و کیف و نمیدونم فلان این داستان ها
قضیه رو خیلی رعایت بکنم. آره اصلا خودکار این حجم تا حالا خودکار رنگی و هایلایت رو میز یه مرد تا حالا من ندیده بودم. من یه چیزی دیگه من صحبتمون که تموم شد یه چیز دیگه هم نشون میدم، اونم قطعا حتما. اتفاقا این چیزی که گفتیم ما یه استادی داشتیم تو دانشگاه، بعد خب زمانی که بعد طرحمون رو تحویلش میدادیم یه تایمی مثلا حالا بهمون ارفاق میکرد مثلا یه هفته، بعد که میرفتیم دوباره چونه بزنیم بهمون تایم نمیداد و میگفتش که همینه که هست. بعد بهش میگفتیم خب چرا مثلا تو که میتونی، چارت دانشگاهی اجازه رو میده. میگفتش که وقتی هی بخواین کارات رو دقیقه 90 بگذرونید و کار کنید و برسونید، پروژهاتون رو در آینده هم با همین وضعیت ادامه میدین، بعد تو زندگی واقعیتون هم با همین وضعیت زندگی میکنید. دقیقه 90 تصمیم میگیرید ازدواج کنید، دقیقه 90 تصمیم میگیرید بچه دار بشید، دقیقه 90 تصمیم میگیرید کارتون رو عوض کنید، دیگه کار به یه جایی رسید شغلتون رو عوض کنید. برنامه من گفتش که اگر میخواید عوض شید، خورده رفتارا و خورده ها و کار کوچولوتون رو تغییر بدین، خود چیزای بزرگتون تغییر میکنه و درست میشه. و این نظم و انضباط داشتن خیلی به نظر من موثره و مخصوصا من خودم وقتی که حالم خیلی خرابتره اون روز سعی میکنم که شیک‌تر و مرتب‌تر و آرایش کرده تر برم سر کار، چون میگم اگر اینم خراب باشه و برم، اون آدمایی که حالا میان و ارباب رجوع کارفرما هر کسی روی اون رفتار اونم اثر میذاره و روزم بیشتر خراب میکنه. ولی خب خود اینم یه عامل موثره. بگم گفتی تیپ و ظاهر و این داستان ها گفتم عوض شدم اینا، یه بخشی و این داستان یه خاطر این شکلی بگم. یه روزی توی استانداری اصفهان جلسه بود، بعد یه پرزنتی هم ارائه می‌دادیم، ما دو نفر دیگه رفتیم و بعد من فکر می‌کردم قدم شروع باشه، حتی معاون استاندار بود و دو سه تا از مدیر کلای دیگه و یه سری شرکت‌های دیگه. حالا منم رفته بودم استانداری، بعد از قبلش هم یه جای دیگه بودم ولی خب دیگه فرصت نمیشد من بخوام برم جای لباسم از کنم این داستان. بعد من چی پوشیده بودم اون روز؟ یه شلوار ری، یه پیرن صورتی، آستین کوتاه، زنجیر طلا گردنم، کوله پشتم، لپتاپ اینا کاملا اداری دولتی. بعد ما دیدیم خیلی اوضاع ناجوره و اینا. قبل از اینکه چیز شلوغ بشه من رفتم لپتاپم بس کردم و رفتم نشستم یه گوشه. بعد حالا یه میز یو در نظر بگیرید که دو طرف دو تا بال بزرگ، این طرف هم که مدیران نشستن اینها. نوبت اول شد نوبت ما، وصل کردیم فایل پرزنت، من بودم و یکی از دوستان. خب من توضیح میدادم ولی دیگه پشت میز نشسته بودم و حرفم تموم شد. گفتن که چون جلسه شلوغه دوستانی که پرزنتشون تموم میشه برن بیرون. من کردم و گفتم خب دیگه الان از این بغل مغلا میزنیم میریم بیرون و کسی خیلی نمیاد. این لحظه یادم افتاد که من شارژر لپتاپم وسط اون یوه زدم توی خب فکر کردیم خب دیگه شاید حالا فرض کن وسط یه جلسه است که تو پرزنت تموم شده، بقیه دارن پرزنت میدن، یه میز یو اینم اون بس چاره نبودی. نماینده شرکت فلان اونا که ما بودیم کوله رو انداختیم پشت اون با صورتی رو تپ وسط جلوی همه رفتم وسط یوه همه وای فلان اینا یاران داشتن پرت نکشیدیم بیرون بودیم بالا پرت واکنششون باید باحال بوده باشه. من پروژه دولتی خیلی بامزه از این جلسه ها، مثلا برای خانوما که خیلی جالب بود. آره ولی من دیگه خیلی جالب. البته من یه مهندس عطایی دیگه هم میشناسم که بعد از اینکه بچه دار شدیم خیلی عوض شدیم، یکم سختگیریاتون کمتر شد. اون چطور بود؟ اونو با این حجم کار و پروژه، پدر بودن و همسر بودن، اونو چطور مدیریت میکنید؟ والا از دید همسرم که فکر کنم من آدم واقعا وحشتناکیم. شاید هیچ وقت نباشم یا من خیلی نتونم کمکی بکنم، ولی خب من واقعا خانمم نقش خیلی حمایتگری داشت همیشه در رابطه با این که من حالا برم جلو. حداقل شاید این اتفاقی که افتاده واقعا خوشایندش هم نبوده ها، شاید خیلی هم بعضی دوست نداشت که یه همچین اتفاقی یا یه همچین روندی هم شکل بگیره،
ولی خب وقتی پیش اومد و این روند اتفاق افتاد و شروع کرد به حرکت کردن واقعا حمایت. آریا پسرم من در اینجا بگم که ما از وقتی که اومدیم یکی از چیزای جذاب و بامزه دفترشون نقاشی پسرشونه که به دیوار و این ور اونور چسبونده، خیلی هم بامزه است. کشیده چسبونده و موقعیت‌های مکانیش هم اگر می‌بینید پایینه دلیلش اینه که خودش چسبونده عزیزم و بعدم میاد هر چند وقت بارم کنترل میکنه که حتما اینا باشه. خب مهندس کنترل پروژه سنت بعدی میتونم بگم که چه تأثیری داشته تو کارتون؟ اولا میتونم بگم تنها نقطه ضعف زندگی که فکر میکنم تقریبا برای همه باشه وقتی بچه دار میشم، یعنی واقعا تنها جایی از زندگیمه که وقتی بهش میرسم قفل میشم. یه ماها یه روزایی شاید بشینیم به این فکر میکنیم که کاش میبینیم، فکر نمیکنم خیلی فکر چیزه منحرف عجیب غریبی هم باشه. اتفاقا من تحقیقی هم که کردم گفت این آدمایی که این دارن یعنی یه سلامت روانی. ولی واقعا میگم امروزی که اینجا نشستم زمانی که این فکر میاد به سرم میرسه با هیچ جای داستان مشکلی ندارم تا برسم به آرام. بعد میگم خب اگر من مردم الان بچه چه شرایطی پیدا کنه؟ هنوز خیلی کوچیکه، آریا 5 سال و نیمه شده و تو حق نداری الان ببینی تا وقتی در نبودنم در رابطه با کمتر وقت گذاشتن یا چیز براش خیلی روش تاثیر بعدی نذاره. رو روش کارت هم اثر داشته پدر بودن؟ تو اخلاقیاتم اثر داشته. چه جوری شد؟ آدم به نسبت قبل صبورتری شدم. منعطف‌تر شدی؟ آدم منعطف‌تری شدم نسبت قبل. عکس‌العمل هام به نسبت قبل کندتر و آرومتر شده نسبت به مسائلی که پیش میاد. قبلا من خیلی سریع برآشفته میشدم وقتی اتفاق برام. الان آدم صبورتری نسبت به تصمیم گیری شدم. نسبت به مادرها و خانواده ها احترامم خیلی بیشتر شده نسبت به قضیه ارزش واقعا. جایگاه به قول معروف خانوم ها توی زندگی رو الان جایگاه پررنگ‌تر میبینم نسبت به قبل. وای خیلی خوش گذشت به من. تقریبا 3 ساعت ما داریم با هم صحبت می‌کنیم. واقعا من خیلی لطف کردیم. بماند به یادگار برای همه مهندسای الان و نسل‌های آینده. امیدوارم که حرفمون حالا حداقل برای هر کسی که میشنوه یه جذابیتی داشته باشه. قطعاً. و آموزنده بود، خیلی آموزنده. امیدوارم که کمک کرده باشه. من همه حرفایی که توی این 2-3 ساعت زدم واقعا بدون هیچگونه آمادگی اولیه‌ای بود، همش واقعا چیزایی بود که بر اساس خروجیایی بود که تجربهش کرده بودم و لمسش کرده بودم. شاید چند سال دیگه خودم این حرف رو گوش بدم بگم اشتباهه، دوباره بیاین مهمون پادکست ماش داره اگه نظرتون عوض شد. امیدوارم که شما موفق باشید، ممنون، مرسی. پادکستتون هم گسترده بشه و همیشه ادامه دار باشه و پیشرفت داشته باشید، هم خودتون هم همسرتون هم همه همکاران توی این زمینه فوق‌العاده دارید زحمت می‌کشید و که موفق باشید. ممنون، تشکر. خسته نباشید. خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. گروه فنی و مهندسی افتخار با سالها تجربه ارزشمند در مدیریت پروژه‌های عمرانی، صنعتی و ساختمانی یک همراه حرفه‌ای و قابل اعتماد برای کارفرمایان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران است. آنها نه تنها در اجرا و مدیریت پروژه‌ها توانمندند،
بلکه در تحلیل، برنامه‌ریزی و پیشبینی چالش‌ها نیز پیشگام هستند. خدمات گروه افتخار در 5 حوزه اصلی ارائه می‌گردد. مدیریت پروژه و ساخت، از برنامه‌ریزی اولیه تا تحویل نهایی پروژه‌ها. امور قراردادی، شامل تهیه، بررسی و مدیریت قراردادها. مدیریت ادعا، برای شناسایی، پیشگیری، حل اختلافات به صورت حرفه‌ای. خدمات مالی و اقتصاد مهندسی، جهت بهینه‌سازی هزینه‌ها و تضمین بازده اقتصادی پروژه‌ها. خدمات فنی و مهندسی، شامل مشاوره تخصصی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها. آنچه گروه افتخار را متمایز می‌کند، ترکیب منحصر به فردی از دانش فنی، تجربه عملیاتی و مدیریت مالی هوشمندانه است. افتخار با دیدگاهی جامع و تیمی متخصص تمام جنبه‌های پروژه را پوشش می‌دهد تا نتیجه‌ای سریع‌تر، دقیق‌تر و اقتصادی‌تر به دست آید. با گروه فنی و مهندسی افتخار، شما نه تنها یک پیمانکار یا مشاور خواهید داشت، بلکه یک شریک واقعی در موفقیت پروژه‌های خود خواهید یافت. امنیت، اطمینان و سودآوری پروژه‌های شما برای افتخار اولویت است و هر قدمی که برمی‌دارید با پشتیبانی کامل افتخار همراه خواهد بود. در نهایت، با گروه فنی و مهندسی افتخار، پروژه‌های شما امن‌تر، مطمئن‌تر و سودآورتر خواهد بود و مسیر رسیدن به اهداف بزرگ شما هموار و قابل اعتماد خواهد شد. گروه فنی و مهندسی افتخار با مدیریت آقای مهندس عطایی. برای دریافت اطلاعات بیشتر و برقراری ارتباط با گروه فنی و مهندسی افتخار میتونید به بخش بایو این اپیزود یا صفحات رسمی ما در تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنید. گروه فنی و مهندسی افتخار. Coordinate Podcast. اگه پادکست کوردینیت رو دوست داشتین و مباحثی که در اون مطرح میشه براتون جذابه، پس لطفاً پادکست کوردینیت رو به دوستاتون و سایر مهندسان معرفی کنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. و مثل همیشه شب و روز خوش و خدا نگهدار. Coordinate Podcast.